خب من فونتی که میخواستم رو دانلود کردم، حالا میخوام بیام تو کارم معرفیش بکنم. میام توی قسمت استار، گفتیم بهتره که فونت رو حالا یا بالای بادی قرار بدید یا بعد از این قسمت قرار بدید. من بالای بادی قرارش میدم، خیلی فرقی نمیکنه. باید براش چی مینوشتیم؟ مینوشتیم فونت فیس و بعد از اون که بخش فونت همون باز میشد حالا بهش فونت فامیلی میدیم. گفتیم دقیقا و مهمترین نکتهش اینه دقیقا با همین تیپی که اینجا نوشته شده ما بنویسیمش. بی یکان بی وایش بزرگ و به هم دیگه چسبیده هستن. من باید دقیقا به همین صورت بنویسم. خب میام اینجا بی وای، میبینین تو سیستم من بی یکانی که نصب اینه، ولی توی فونتی که من توی پروژه قرار دادم نوشتارش به این صورت نیست. پس من دقیقا فونت نوشتاری که قرار دادم. بعد از اون حالا میام هر سه تا فرمت رو معرفی میکنم، بهش آدرس میدم، میگم دو تا گوشه برو بیرون، برو توی گوشه فونت، داخل گوشه فونت فونت بی یکان دات ای او تی رو اونجا میتونی پیدا کنی. نگاه کنیم کجاست. بی یکان ای او تی. من دونه دونه دارم اینا رو معرفی میکنم. من قبلا اینا رو کامل توی دوره طراحی سایت براتون گفته بودم. حالا از روی این دو تا دیگه کپی میگیرم و فقط فرمت های پایانیشون رو تغییر میدم. این الان میشه TTF، بعدی میشه WOFF. فرمت ها رو از کجا دارم میارم؟ اینا TTF WOF، این یکی هم که EOT. خیلی خوب، من فونتم رو معرفی کردم. حالا اینجا هم میتونم توی بادی هم بیام بهش بگم که هر جا که فونت فامیلی بود شما از فونت فامیلی بی یکان استفاده بکنم. من این رو هم براش بذارم بی یکان. خب یه خروجی بگیریم. درست شد. الان تقریبا فونت من تغییر کرد و به این فونتی که مد نظرم بود برگشت. خیلی خوب، مرحله بعدی میخوام چیکار کنم؟ الان توی قسمت بعدی میخوام برم بخش مهارت های من رو بچینم. خب میام توی این قسمت. خب توی همین بخش دقیقا دیو کول 9 کجاست؟ پیداش بکنم. این دیوه. خب پس من باید داخل همین بخش بنویسم. این دیو اینجا تموم میشه، من داخلش بنویسم. خیلی خوب. بخش بعدی که احتیاج دارم براش رو باید بیام کامل کنم. میام یه دیو کلاس میذارم به اسم اسکیل یا مهارت ها. یه دونه دیو کلاس به اسم اسکیل. خب حالا داخلش چه چیزایی میخوام بنویسم؟ اول میام یه دونه دیو کلاس پروسس تعریف میکنم. بعد ما دیگه الان همه اینایی که داریم میگیم ما میدونیم دیگه، میدونیم دیو چیه، کلاس چیه، پروسس و هر چیزی هم که دارم میذارم نحوه نامگذاری خودمه. شما میتونین هر نامی که میخواین رو براش ثبت بکنید دیگه، هیچ محدودیتی ندارید. خب یه دونه اینجا بهش دیو کلاس میدم. دیو کلاس پروگرس بار میخوام بهش بدم. پروگرس بار. خب الان براتون توضیح میدم که اینو دارم برای چی می نویسم. بک‌گراند اینفو بهش میدم. بعد از اون استایلش رو میخوام همین تو براش تعریف بکنم. فعلا یه استایل اینجا براش تعریف میکنه و حالا درصدش رو هم بهش میگم که 85% باشه. بذارین ببینم. آها بله.
خب بچه ببینید من دارم این نواره رو میکشم اینجا. اسم این نوار هست پروگرس بار. پس من اومدم اینجا یه دیو کلاس تعریف کردم، گفتم میخوام بخش مهارت ها رو بنویسم. داخل بخش مهارت ها من به پروگرس ها احتیاج دارم. برای اینکه پروگرس یا همون نوار آدرس رو بذارم باید کلاسی که توی بوتسترپ تعریف شده برای این کار بیارم. پروگرس بار. بک‌گراندش رو به صورت اینفو قرار میدم و حالا استایل رو چیز خاصی واسش نمیزنم و به این میگم که 85% از این بخش رو پر کنه. میبینین حالا این الان بره کامل تر بشه بهتر میشه، درست تر میشه. خب حالا یه دونه دیگه هم مثل هم احتیاج دارم. مثلا الان من اینو بزنیم اینو بیشتر کنم، اینو بذارم 90% که بقیه رو از این مقدار کوچیک‌تر کنم. این دیوی هم که اینجا تموم میشه رو کاری باهاش ندارم. میام توی خط بعدیش یه دونه پی احتیاج دارم. میخوام مثلا بهش بگم مهارت CSS هم هست. البته اینجا من باید یه پی میذاشتم که به این بگم دارم مهارت HTML هم رو نشون میدم. و اینکه یه چیز دیگه هم اینجا کم گذاشتم، چرا پایینش ذکر نکردیم که داریم مهارت ها رو مینویسیم. یه لحظه وایسید، بیایم اینجا بعد از این اسکیله یه دیو من اینجا باز کنم، یا به جای دیو هم میتونم از H5 استفاده کنم بهش کلاس بدم. H5 کلاسش بهش بگم کلاسه. میتونم همون تکست وارنینگ یا من اومده بودم از تکست ساکسس براش استفاده کردم. خب کلاس تکست ساکسس رو داشته باش و اینکه توی این بخش هم مثلا بنویسم مهارت های من. ببینم خروجیش رو. آها بله الان درست شد. مهارت های من و دیگه حالا این تکست سنتری هم براش نمیخوام داشته باشم. حالا بیام اینجا یه دونه پی تعریف بکنم. کیبوردم انگلیسیه. بیام اینجا یه دونه پی براش تعریف بکنم و به این پیه بگم که من میخوام بگم مهارت HTML هم توی چه بازه‌ای هست. مهارت HTML بله الان شد HTML و نوار ابزارش رو داره به هم نمایش میده. خیلی این الان اینو که شد. بیام برای بعدی دوباره یه دونه همین پی رو میخوام و این بخش رو میخوام. دیو کلاس این پروگرس رو میخوام. پی اینجا به جای این CSS مثلا اینو میذارم 85%. 85%. بله و حالا مثلا دو تا دیگه هم احتیاج دارم. من دوباره همین رو از این پیه این کپی میگیرم تا کنترل وی کنترل. خب از اینجا یه دونه CSS بود، این رو مثلا میذارمش بوتسترپ. بوتسترپ مثلا اینجا میذارم 80. بچه اینا تقریبی هر چی خودتون دوست دارین بنویسین. من فقط میخوام الان فیلدا رو پر کنم و بهتون نشون بدم که کم و زیادش چجوری قرار بگیره. جی کوئری. برای جی کوئری هم مثلا این میتونه 70 باشه. ببینیم خروجیش رو با هم. بله الان تقریبا اون بخش اصلی که میخواستم شکل گرفت. حالا باید این شکل خوشگل سازیش بکنم، بهترش بکنم. خب این تا اینجا این دیو بسته شه، این دیو هم بسته بشه. من الان وارد سوابق کاریش نمیشم. بریم که من بخش CSSش رو هم بزنم بعد بیام بریم توی قسمت بعدیش. خب من الان میخوام به این بخش پروگرس بار هم چیز بدم، CSS بدم. اسم کلاس هم رو صدا میکنم. کلاسی که اینجا براش صدا کردم اینش پروگرس بار هست. میخوام چه قابلیت هایی بهش بدم. اولا اینکه تکست الاین باشه، تکست الاینش لفت باشه.
چیز بعدی که میخوام براش بذارم بهش میخوام پدینگ بدم. پدینگ از سمت راست بهش بدم. پدینگ رایت. پدینگ رایت بهش میدم و ابعادش رو هم مثلا روی 5 پیکسل لحاظ میکنم. خب حالا ببینیم خروجیش رو. آره الان تقریبا از این لحاظها اوکی شد. بعد اینو دوست دارم. خب الان یه نکته فقط هست، کادر دورمون هنوز ایجاد نشده. من باید ببینم که چرا این کادر ایجاد نشده. خب بذارید من ویدیو رو استاپ بکنم ببینم چرا کادرم ایجاد نشد. یا میتونیم ادامه بدیم آخر سر مثلا برگردیم مشکلاش. آره ادامه بدیم آخر سر برگردیم و مشکلاتش رو با هم دیگه حل میکنیم دیگه، چیز خاصی نداره. اوکی الان میخوام برم برای بخش بعدیش. قسمت بعدی که میخوام بزنم چیه؟ مهارت‌های من رو زدم، میخوام بیام بخش سوابق کاری رو بزنم. میخوام بیام بخش سوابق کاری و تحصیلی رو براش لحاظ بکنم. خب بیایم تو این قسمت. خب بچه من یه چند دقیقه ویدیو رو پاس کردم اومدم ببینم که آیا چیزی اوکی نیست یا نه. این بخش استایل ها رو که نوشتیم بهشون ویدم بدید بکنین اینجا. من مثلا به این گفتم فقط 85% پرشه ولی باید بهش وید 85 رو هم بدم که بگم کامل از چه بخشی تا چه بخشی رو برای من پر بکنه. خب حالا من بیام اینجا به هر کدوم این همین حالت رو اعمال میکنم. فقط همین کافیه که مثلا این ویدش رو توی بخش استار قرار بدید. این وید رو من میذارم 85%. این یکی رو 80 تا و آخری رو هم 70 تا. خب فکر میکنم الان بله الان کاملا این از این لحاظ اوکی شد. خب بریم برای قسمت بعدیش. برای بخش بعدی میخوام چیکار کنم؟ میخوام بیام و بخش سوابق کاری و تحصیلی رو واسش بنویسم. خب اول از همه یه دیو کلاس دیگه احتیاج دارم. یه دیو کلاس میخوام. دیو رو هم حتما ببندیم که فراموشش نکنیم. اسم این دیو کلاس رو چی میتونیم بذاریم؟ مثلا بذارم اکسپریانس، هیچ فرقی نمیکنه، هر نامگذاری که خودتون علاقه دارید و میدونید بذارید. اکسپریانس. خب میخوام بیام بهش چی بگم؟ دوباره برای این هم من به یه H5 احتیاج دارم. یه H5 میخوام که داخل H5 بنویسم سوابق کاری و تحصیل. درست شد. بعد از اون حالا مثلا میام اینجا می‌نویسم پی 3 سال مثلا در شرکت فلان، مثلا این جانب به مدت این جانب به مدت 3 سال در شرکت فلان مشغول به کار بودم. ببینم خروجیش رو. بله اینم افتاد این بخش. خب اینم تو این قسمت نوشتیم. بخش بعدی که واسهش احتیاج دارم باید یه دونه قسمت پروژکت بذارم که میخوام مثلا پروژه‌ای که انجام دادم رو توی اون بخش براش بنویسم.